خیلی بود بیمار 99 سال 25 ساله میشه 26 ساله بیمار این بیمار در 9 ماه شدگی اویلادور شدگی اویلش قد هم خوب کرده نتونستگی برای که ما میگیم که همین بیمار رو مثلا یک چیزا هسته یک تا خودش اگر یاردم تید همین یک متدی که خودش یاردم تید با بیمار значит ما میتونیم спокойно همین متدی که را применять کنیم ایرا همین доказательная медицина میگه. Assalomu alaykum binandagon muhtaram. Boshima diplomli vrach-urolog, androlog, xirurg, vrach-ultrasoniy diagnostika joyindash. Binandagon muhtaram, ما امروز درباره اپراتسیایی که اونیکالنی هستند درباره همین صحبت میکنیم. این عضو مردونه سخت نخستنی اریکتیل دیسفونکسیا یا ایمپاتنس اول میگفتن همون ایمپاتنسیا را چخیل تبابت کردن. در تجربه من از 10,000 آدم یک داشتم و همین خیلی اپراتسیا میکنیم و همین اپراتسیا را امروز ما کردیم. این فعال پروتزیرن ادنا کامپوننتم ایمپلانتم. در تجربه از این اپراتسیا از 200 تا 250 تا کردیم. الحمدلله همش 100% خستگی یعنی بعد موندن همین установки از ایمپلانت بیمارو спокойно 100% همخوابی کرده میتونن و اویلای همسر و 100% خرسندن برای که عضو مردونگی اولی عموما вообще نمیخست خوزی уже میخزد و همخوابگی میتونه. این بیمار هم خیلی بود بیمار 99 سال 25 ساله میشه 26 ساله بیمار این بیمار در 9 ماه شدگی اویلادور شدگی اویلش قد هم خوب کرده نتونستگی و حالا اویلش جدا نشده است و پیش ما آمد و پیش از آمدن همه دکترای ازبکستان به مراجعت کرده ما در شهر تشکیل را اپراتسیا کرده استیم امروز یعنی وجود هم طوری تبابت کرده ابسترنی کرده دارو نوشتگی یاردم نداده لیکن اپراتسیا کرده نتونستگی و دکترایی که قلبکی میگوییم همین خودشون میگوین که من دکترم لیکن نسبت کروش میکنی ایواز چیز حذر میکنی گنده میبینی میگی چه هم خیلی میکنه دست شکستن در کار این کارا کرده آدم و این بیمارم همین خیلی آدم به مراجعت کرده دکتر و دکتر شهر میگه گفته است در ازبکستان یک استودنت بوده است خودش نمیدونه دکتر یک لیسانسی نداشته خیلی گرفته پیرپی تراپی میکرده است. پیرپی تراپی این چی است؟ از وینا رگ خون گرفته خونه گرفته ابرابط کرده یا ماسه‌ای که وجود هست اریتریتسیتان ماسه میگه یعنی خونایی که در دون چیزی که نقش هست با عضو مردونگی روی میکند. این در طبیات در مدیسینا اثباتش نیافتگی این متدیکه برای که ما میگیم که همین بیمار رو مثلا یک چیزا هسته یک تا خودش اگر یاردم تید همین یک متدی که خودش یاردم تید با بیمار значит ما میتونیم спокойно همین متدی که را применять کنیم ایرا همین доказательная медицина میگه. اگر ما پیرپی خطی تدالاфили که دیگه دارویی که همین возбуждать کردیم این تاثیر پیرپی نه تاثیر همون دارو میشود. این بیمار هم خیلی گفته بسیار سومش گرفتگی و اپراتسیا نکرده همون چند بار رفتگی پیشش вообще عضو مردونگی نخستگی همخوابه کرده نتونستگی و بیمار ما چیکار کردیم گرفتیم значит اپراتسیا کردیم همین اپراتسیا ما حرکت کردیم دارو قطعی نشد اپراتسیا کردیم من انشالله بیمار спокойно میتواند همخوابگی کند من پرابلم نمیشد. بینندگان محترم شما در هم خیلی پرابلم باشد شما آگاه باشید هر خیلی آدمایی که میگن همین تبابت کرده میتیم و دروغ کارایی که ناتوری میکنن این برای سلامتی شما ضرر است. برای همین بینندگان محترم شما باید از همین چیز آگاه باشید و من این خیلی پرابلم باشد ما حرکت میکنیم شما رو یکم تبابت کنیم دارو قطعی بعد نشود بعد اپراتسیا کردن با مجبور هستیم. بینندگان محترم ما حاضر من ایمپلانت موندیم ایمپلانت هم خیلی میشه عضو مردانگی بعد اپراتسیا هم خیلی سخت میشود من همین عضو مردانگی جو ویژموندگی خیلی کج میشود بسیار جو پاس میشود اینجا بلوک نید مردانگی میخیزد هم خیلی
implantdan خیلی میمونیم یعنی عضوی مردانگی فقط بعد ایمپلانت موندن عضوی مردانگی سخت میشود لیبو اینا همخوانی کردن میگیرید و در اینجا یگان تا پرابلم نمیشود خیسیات کردن سپرم برآمدن پیشاب برون اول چی بود هم خیلی میستاد هم خیلی میشن ایمپلانت بینندگان محترم اگر سوال داشته باشید در کامنتاری نویسید با ما ابونه شوید دیگر رو خطی پدیلیت سکنید لایک کنید سلامت باشید